الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی، خواهران عزیز و برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از همه اجازه بدین به خاطر اشتراک مردم عزیز و نجیب افغانستان در انتخابات میزان از تمامشان قلباً تشکر و امتنان نمایم. اشتراک مردم عزیز ما با وجود همه تهدیدات نشان از علاقمندی، دلچسبی و تشویششان از آیندهشان و امیدهایشان به خاطر یک آینده درخشان کشور عزیز ما می باشد. متاسفانه ما دیدیم که انتخابات با یک تهدید جدی مواجه شد و قوت‌های امارت اسلامی افغانستان در تمام ولایت به تهدید انتخابات پرداختند و تا حد زیاد تانستند مردم را بترسانند و اجازه ندهند که در انتخابات اشتراک کنند. بنده خودم در روز انتخابات زمانی که در سرک‌های کابل به سوی مرکزهای رایدهی می رفتم، دیدم که تمام جاده ها خالی است و هیچ کسی دو دیده نمیشه. زمانی که به یک مرکز رایدهی مراجعه کردم و بسیار دوست داشتم که در یک صف استاد شوم و منتظر نوبت خود بمانم، متاسفانه کدام صفی را نیافتم و این همه نشانی از این است که اشتراک مردم با پیمانی بسیار وسیع کم بود، یعنی مردم اشتراکشان بسیار ضعیف بود. ما بسیار بعید میدانم که اشتراک مردم تا حدود 1 میلیون بوده باشد. یعنی بر اساس راپورهایی که ما از ولایات و از داخل شهر کابل داشتم، با مشکل میتونیم که ما اشتراک حدود 1 میلیون افغان را در این انتخابات باور بکنیم و بالاتر از 1 میلیون تمام رایهایی که وجود داره رایهای جعلی و رایهای تقلبی است که توسط تیم‌های مختلف صورت گرفته و از کمیسیون محترم انتخابات می‌خواهیم که به صورت بسیار جدی و همه‌جانبه به بررسی آرا بپردازه و رایهای شفاف را از رایهای سیاه جدا بکنه تا بتونیم ما با یک کاندیدی که واقعا از مردم افغانستان رای گرفته به او برسیم. موضوع دوم، طوری که ما در شروع مبارزات انتخاباتی خود گفته بودیم، ما به خاطر چوکی، به خاطر مقام و به خاطر پول به حکومت نیامدیم. هدف از اشتراک ما عبارت از پرداختن به مشکل عمده مردم افغانستان که عبارت از مشکل صلح و امنیت بود و هست و خواهد بود. به او خاطر دوباره ما وعده خود تکرار میکنیم و با می وعده خود به مردم افغانستان با مبارزه خود دوام میدیم. احترام با قانون در صدر از مبارزات انتخاباتی ما و تمام مبارزات سیاسی ما قرار داشت و قرار خواهد داشت. ما قانون را من حیث یک چارچوبی میدانیم که تمام مردم افغانستان باید او به صورت منظم حرکت بکنه بدون هیچ نوع تبعیض و هیچ نوع تفریقه. از امو خاطر ما یگانه مرجعی که رای مردم افغانستان را اعلان خواهد کرد و نتیجه را به سهم مردم خواهد رساند کمیسیون مستقل انتخابات میدانیم و هر نوع پیشداوری و یا اعلان نتایج را از طرف تیم‌های مختلف به شدت محکوم میکنیم. هر تیمی که قبل از اعلان نتیجه انتخابات خود را برنده انتخابات میدانه، ما او را نوعی از گروگانگیرها میدانیم. اونا را گروهی از اختطافچی‌ها میدانیم. اونا کسایی هستند که میخوان دوباره مردم افغانستان را گروگان بگیرن، دوباره زمینه را برای یک جانگیری دوم مساعد بسازند و دوباره مردم افغانستان را به طرف یک بحران ببرند. ما شدیداً و بسیار جداً از تمام از کاندیدای محترم خواهش میکنم که از هیچ نوع قضاوت پیش از وقت در مورد نتیجه انتخابات اجتناب بکنند. تیم ما در وطن به هیچ وجه نه خود را ناکام از انتخابات میدانه و نه پیروز از انتخابات. ما فقط و فقط پیروزی و ناکامی خود را مربوط و منحوت به رای مردم افغانستان میدانیم و رای مردم افغانستان را فقط و فقط از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات انتظار داریم. ولیکن بازم یادآوری میکنم که اگر کسایی بخواین که رای مردم افغانستان را گروگان بگیرن و اوضاع را بحرانی بسازن، باید داشته باشند که تیم ما در وطن هم در مقابل بحرانسازی از اینا خاموش نمیمانه. غریب بچه های افغان اگر حکومت را در دست ندارن، اگر ثروت ملی را در دست ندارن، اما با بیل، کلنگ و تفنگ خود به صحنه خواهد آمدن و باز به اینا نشان خواهد دادن که بحرانزا آخرین نتیجه خود از این بحرانزایی خواهد گرفت. ما رای پاک مردم افغانستان را
من حیث رای اصلی به رسمیت شناخته بودیم و حالا هم به رسمیت میشناسیم و اخطار میدیم که هیچ کسی کوشش نکنه که رای به گروگان بگیره. اگر نتیجه مردم افغانستان تیم مادر وطن را در این انتخابات پیروز ساخت، ما متحدانه با تمام نیروهای فعال، وطن دوست و صلح دوست افغانستان به طرف تشکیل دولت مادر وطن میریم و اگر خدای نخواسته مردم افغانستان نتیجه برعکس را تصمیم گرفته بودند، باز هم ما به نتیجه مردم افغانستان احترام میکنیم و خارج از حکومت به حیث یک اپوزیسیون بسیار قوی با مبارزه خود دوام میدیم. هیچ وقت دوباره با تجارت و کاروبار خود بر نمیگردیم و بسیار قاطعانه از مردم افغانستان در هر راهش دفاع میکنیم. راه رسیدن به صلح تنها راه رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه راههای زیادی وجود داره که ما برای آوردن صلح و ثبات و امنیت در کشور خود کار کنیم و ما به تمام راههای انسانی، مسالمت آمیز و سیاسی ادامه میدیم و مطمئن باشین که ما این حکومت را اجازه نخواهد دادیم ولو که برای تقلبی یا برای مردم افغانستان پیروز هم شوه دوباره گلوی مردم افغانستان را بفشاره و مثل دوره های قبلی به صورت شاهانه بالای مردم افغانستان حکومت بکنه. ما به صورت بسیار مطلق در مقابل هر عمل غیر قانونی از اینا ایستاده خواهد شدیم و از مردم افغانستان دفاع خواهد کردیم. و چیزی را که در این مرحله ما از کمیسیون مستقل انتخابات توقع داریم اویی است که به صورت بسیار جدی به جداسازی رایهای پاک و رایهای ناپاک بپردازه، حتی به تصفیه بایومتریک ها هم بپردازه. این مهم نیست که اگر رای بایومتریک داشته باشه، ممکن است خود همین بایومتریک جعلی باشه. به او خاطر کمیسیون انتخابات باید سیستم دیتابیس و سیستم بایومتریک خود به صورت جدی چک بکنه و تمام بایومتریک هایی که غیر قانونی است با وجود بایومتریک شام او رای ها را باطل بکنه. ما اطمینان داریم که مردم افغانستان کسایی که رای دادند ولو که تعداد بسیار کم هم هست، ما به اینمی تعداد کم هم احترام میکنیم، به خاطر که قانون اساسی کدام سقف را به خاطر فیصدی اشتراک مردم تعیین نکرده. ولو که 5 نفر هم در رای دهی اشتراک کرده باشه و کسی تانسته باشه که 3 رای از این 5 نفر ببره، پیش ما او برنده است. اگر ما تانسته باشیم که 3 رای از جمله 5 رای بگیریم، ما خود را برنده خود دانستیم. ولی برای فعلا ما منتظر میمانیم که کمیسیون انتخابات نتیجه را اعلان کنه و از ابراز هر نوع پیش‌داوری و قضاوت ها خودداری میکنیم. تشکر. والا تا جایی که ما از ناظرین خود راپور گرفتیم، بیشترین تقلب را امی دسته های تقلب ساز و تقلب کار که در تقلب بسیار زیاد سابقه دارن امی انجام دادن، یعنی امی تیم های حاکم انجام دادن. شما ببینید یک مرکز رای دهی که در اوج هیچ کس نرفته، یعنی رای تمام کاندیدا از اول تا آخر صفر است، فقط یک کاندید تونسته در اوج 20000 رای بگیره. این کدام منطق میتونه قبول بکنه؟ در یک مرکزی که 20000 نفر رفته و هر 20000ش به یک نفر رای داده، یعنی چطور امکان داره؟ اصلا امکان نداره. و همونطور بعضی نمونه های را ما داریم، ولیکن قضاوت روی از این نمونه ها این کار کمیسیون مستقل انتخابات است و ما خود حق نمیتیم که در مورد از تصمیم بگیریم. هر چی که از کمیسیون انتخابات قانون انتخابات را میفهمه، اونا مسلکی انتخابات هستند و باید به تمام از شکایت رسیدگی کنند. تاسو یوازینی کاندید یاست یا نماینده یاست چې تاسو وایي که چیرې رای پاتې هر ډول نتیجه موږ یې منو د مبارزې له پیل نه تر اوسه پورې. بله. اوس ځینې داسې نمایندان شته چې د هغوی کامیابۍ چانس بیخي صفر دی، خو هغوی د نه منلو خبره کوي، هغوی یا ځان وړونکی حسابوي. هغه نمایندان د اوضاع د سیاسي اوضاع د تشنج لپاره داسې یو ګام اخیستل کېږي، هغو ته ستا توصیف څه؟ دغه نمایندان چې د هغوی رایم کمزوري دي او هغوی بیا هم د منلو او د نه منلو خبرې کوي، هغوی په حقیقت کې د وړونکي حکومت ټیم څخه د باج اخیستلو په تمه دي. یعنی هغوی په دې هدف دي چې سره د دې چې هغوی رایم نه ده اخیستي، غواړي چې بیا هم یو څو چوکۍ ترلاسه کړي او غواړي چې د کامیاب ټیم نه امتیازات واخلي. مګر موږ د اولې ورځ نه د افغانستان خلکو ته ویلو چې موږ نه چوکۍ په خاطر راغلي اوسو، نه د پیسو په خاطر، نه د مقام په خاطر. په هیڅ ائتلافي حکومت کې اشتراک نه کوو. که چیرته موږ انتخابات وګټل، خپل حکومت جوړو، د افغانستان د خلکو حکومت جوړو، او که انتخابات مو بایلودل، په افغانستان کې د فعال سیاسي خوځښت په توګه باقی پاتې کیږو او د هیڅ په حکومت کې یو وړه چوکۍ کوي هم نه اخلو.
موږ بیا هم د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې تاسو به د انتخاباتو نه وروسته وګورئ چې د وطن مور ټیم به په هیڅ نوې ائتلافي حکومتونو کې شامل نشي یا به مطلق د مادر وطن حکومت جوړي او یا به د اپوزیشن په توګه په ټولنه کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. جلالی صاحب امروز کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدایی که در انتخابات ریاست جمهوری بود انتخاب کرده که ناظرینشان رو تا هنوز نفرستادن تا اینا حداقل بتونن روند شمارش آرا را شروع کنن. آیا شما ناظرینتون معرفی کردین و اگر معرفی نکردین چه زمانی معرفی میکنید؟ بله ما ناظرین خود معرفی کردیم و همین حال هم ناظرین ما امرای کمیسیون مستقل انتخابات مصروف حساب رای و تصفیه رای ها هستند و این ناظرین در صورت امکانش بیشتر هم خواهیم ساخت و بالاخره کوشش میکنیم که کمیسیون را کمک کنیم که یک نتیجه پاک را بیرون بیارن. ولی به هر حال چیزی که در این مرحله از کار مهم است او احترام به رای مردم افغانستان است، احترام به مردم سالاری است، احترام به قانونیت است، یعنی انصراف از گروگانگیری مردم افغانستان است. ما باید کوشش کنیم که به مردم افغانستان یک فرهنگ نوی را معرفی کنیم که او فرهنگ چی است؟ او فرهنگ ای است که اگر مردم با شما رای نداد شما با رای مردم احترام کنین. هر جنگ یا هر مسابقه بالاخره یک برد و باخت داره، نمیتونه که همگی برنده باشه، حتما یک برنده می داشته باشه و دیگه هم بازنده می باشن. ولی بازندگی در انتخابات به معنای بازندگی در سیاست نیست. اگر یک کسی انتخابات را ببازه اما سیاست را خو نباخته، مردم را باید نبازه، قلبهای مردم را متضرر نسازه و خصوصا این گروگانگیری که به قیمت زندگی مردم و قیمت ثبات کشور ما تمام میشه، یک سیاستمدار خوب باید به هر صورت از او بپرهیزه. ما اصلا کشور خود را به بحران نمیبریم، اصلا برای رای مردم رشقن نمیزنیم و هیچ وقتی از صحنه سیاسی خود را محو نمیکنیم. ما میخوایم در قلبهای مردم جای داشته باشیم و با مبارزه خود برای سالهای سال دوام بدیم. همونطوری که عرض کردیم نجات مردم تنها از راه رسیدن به قدرت سیاسی نیست، راههای زیادی وجود داره که ما بخوایم کشور خود را از این وضعیت نجات بدیم و ما با تمام از این راهها باور داریم و همچنان به مبارزه خود دوام میدیم. تاسو د درغلۍ یادونه وکړه چې په انتخابات په ورځ حاکم حکومتونه درغلۍ کړې دي. که چېرته کمیسیون لخوا نه په دغه درغلیو اشاره سره د حاکم ټیم برای اعلان شي نو ستاسو غبرګون به څه وي؟ موږ په پټو سترګو منو. د درغلیو سره یې منئ؟ که چېرته د انتخاباتو کمیسیون په هر طریقه چې وي د انتخاباتو نتیجه اعلان کړه او هغه د احمد په نفع وه یا د محمود په نفع وه، د هر چا په نفع چې وه موږ یې کاملا منو، ځکه چې موږ په خپله دغه ټیم رامنځته کړی دی، دغه ټیم باندې موږ اعتماد کړی دی، د افغانستان خلکو په همدغه ټیم باندې باور کړی دی، دا ټیم یې د خپل امانتدار په توګه معرفي کړی دی. زموږ هیله د دې ټیم څخه دا ده چې دوی په ورځ د قیامت باندې د افغانستان خلکو ته او خدای پاک ته مسؤل دي، یعنی دوی په غاړه باندې ډېر غټ امانت پروت دی او دوی باید دا امانت ځای ته ورسوي، یعنی د حکومت په نفع یا د اجرایه رئیس په نفع یا زما یا د بل کاندید په نفع دوی باید په هیڅ صورت باندې خپل ضمیر او وجدان د خپل لاندې نه کړي. دوی باید صادقانه د غړی تصفیه کړي او د پاکو رای نتیجه اعلان کړي او هغه نتیجه چې هر چا وړي وه، یعنی موږ ورته پوره احترام کوو. که ډاکټر صاحب غنی وګټله، که ډاکټر صاحب عبدالله وګټله، که موږ وګټله، که بل چا وګټله، موږ به ان شاء الله که بل چا وګټله موږ به په 4 ساعته کې وعده کوو چې هغه ته مبارکي ویو او د نور څخه هم دا تقاضا لرو که چیرته موږ وګټله نو لطفا موږ ته په 4 ساعته کې مبارکي راکړي.